آقا یه چیز پشت در مورد مامان بزرگ پدر بزرگاتون میگم. اینا رو دیدی همیشه مامان بزرگاتون گوشی‌های قدیمی میخرن، بعدش حالا از بالاترین حافظه یعنی 256 دارن که خیلی مامان بزرگای کمی دارن و پایین ترینش هم 16 گیگه که دارن و بین اینا گوشی‌هایی دارن که وسط اینا یا خودشون. بعد یه سوال دارم من. دقت کردی مثلا وقتی یه تبلیغ میرن دانلودش میکنن، خب مگه این گوشی‌هاشون حافظه رمشون پایین نیست؟ پس چطوری همه برابر میکشه گوشیشون؟ اصلا چطوری نصب میشه؟ آقا سوال من اینه که اصلا این چطوری نصب میشه دیگه. آقا بعد حالا یه چیز دیگه میدونی چیه مشکل؟ اینه که ما بزرگای ما آهنگای نوستالژی دارن، همینجا میدونیم و هیچ کسی نیست و اونا آهنگای نوستالژیشون بعضیاشون که بیشترشون 90% سنگینه. یعنی مثلا میدونی یه 50 مگ یه آهنگشون فقط، بعد اونا میبینیم من 100 تا آهنگ حافظه کم آدم. چطوری نصب میشه گوشی؟ بعد چیزی دیگه دقت کردی همه مامان بزرگ گوشیاشون سامسونگه؟